سختی های زندگی ما را قوی تر می کند. گرچه ما را این زمان با دیده تر می کند. صبر کردن مشکل است، اما بباید صبر کرد. هر کی صبر کرد زندگی خود منور می کند. زندگانی درد نمی داشت که قدر می کرده ما. درد که دارد عالمی اندیشه را سر می کند. قصه دنیا مخور چون که خداوند عادل است. فکر ما را آن خدای پاک و داور می کند. غیرت از بی درد عالم دور می گردد بدان. درد لیک بی غیرتان را چون دلاور می کند. مؤمنی کامل به یاد آخرت باشد مدام. منعیم دلار پرستش فکر دلار می کند. لحظه اندیشه کردی به خود باره بگوی بهر چی صد ناله های تلخ مادر می کند. چون رحیم است اشک در چشمش بدون اختیار. نزد الله بزرگوار سجده بر سر می کند. نیست به حکمت یگان پست و بلندی زندگی. خواهد و ما را گدا یا صاحب زر می کند. بر ثریا می برد شاید برای امتحان، یا برای امتحانش پایین جر می کند. تشنه امروز پاداشش نماند بی جواب. شاید الله پر نصیب از حوض کوثر می کند. جمشیدی محکمی گوید ننالید بندگان. هرچی می آید بسر الله اکبر می کند. هرچی می آید بسر الله اکبر می کند. سختی های زندگی ما را قوی تر می کند. گرچه ما را این زمان با دیده تر می کند. صبر کردن مشکل است، اما بباید صبر کرد. هر کی صبر کرد زندگی خود منور می کند. واقعا دوستان من، هر مشکلی که به سر هر یک بنده می آید از جانب الله سبحانه و تعالی فقط برای سنجش هر یک ما و شما. الله تعالی بی حد مهربان و غفور و بخشنده است. برای هر یک بنده یک روز سنجش و دیگری مکافات حتما نصیب می کند. فقط از هر یک ما و شما این صبر کردن. بسیار انسان هایی که وقتی به سرشان یک درد می آید، یک معمایی می آید، دیگه بغیر از خودکشی کردن و به یک راه خطا دیگر راه را نمی بینند. ولی این فقط یک وسواس شیطان لعین بود و خلاص. به حرمت خداوند برادران و خواهران من، اگر به سر شما معمایی آمد، غم و تشویش زیادی آمد، هیچ وقت از الله تعالی ناامید مشوین. با آن کارهای خودکشی و با آن عملهای زشت نامه اعمال خودتان پر از گناه نکنین. باز میگوییم که الله سبحانه و تعالی مهربان و بخشنده و غمخوار هر یک بنده. چون که در سبتهای پیشانه گفته بودیم بنده رنجور مکش چون در دل اسرارت منم. دایما در یاد من باشی اگر یارت منم. الله سبحانه و تعالی میگه که ای بنده تو غم مخور، تو عذاب مکش، تو بسیار خودت به هر سو مزن که اینجا غمخوار تو خبرگیر تو این من هستم. دایما در یاد من باشی اگر یارت منم. اگر که در دنیا تو در فکر من بودی، من همین روز در فکر تو هستم. پس به حرمت خداوند هر مشکلی که به سر آمد فقط توکل به الله کنیم و ناگفته نماند که مصرعهایی که در بالا شنیدین از برادری اول قدر ما و شما که جمشید محکمپور ایجاد گردیده شده. یک چند روز پیش این حکمان این مصرعهای پرمعنا را به من ارسال کردند و امروز خواستم به سمع شما رسانم. الله ذوالجلال قلم این برادر را برا گردانه و از قصد نابکاران و از چشم حسودخواران نگهبان باشد. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست برادر شما امید رحمت. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا ارحم الراحمين.